با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اصحاب رسانه. ممنون که این بازی رو پوشش دادید. سال نو هم بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید و امسال تیم داماش رو بتونیم به جایگاه اصلی خودش که در واقع لیگ برتر هست برسونیم. آقای نظر محمدی در مورد بازی صحبت خواهم کرد. در ادامه اگه سوالی داشته باشید در خدمتتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا جا داره که سال نو رو تبریک بگم، نوروز باستانی 403 رو به همه اصحاب محترم رسانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سال خوب تو هم با سلامتی پربرکت باشه برای همه دوستان. عیدی که امروز بچه‌ها به هوادارا دادن ایشالله که به کامشون شیرین نشسته باشه. در مورد بازی همونجوری که میدونید 3 امتیاز این بازی با توجه به اینکه ما میزبان بودیم و توی انتهای جدول رقابت بسیار بسیار شدید بود، از نون شب برای ما واجب‌تر بود و ما بعد از بازی بندرعامری به گواه پیج رسمی باشگاه و سایت رسمی باشگاه تمرینات رو راه نکردیم و خیلی پرفشار تمرین کردیم و برای این بازی میدونستیم که چقدر امتیازش حائز اهمیته. برنامه داشتیم به لطف تلاش زیاد بازیکن‌ها و حمایت جانانه هوادارا تا پایان 90 دقیقه تونستیم که یه 3 امتیاز با ارزش بگیریم. شیرینی این 3 امتیاز مثل عسل بود که هم کام باشگاه، هم کام کادر فنی، بازیکن‌ها و هوادارا و هم کام مسئولین استان گیلان رو شیرین کرد. امیدوارم که شروع 403 تو هم با موفقیت و پیروزی بوده برای داماش. پایان فصل هم پایان خوشی باشه برای همه خانواده بزرگ داماش و اصحاب رسانه، هوادارهای عزیز و جامعه ورزش استان گیلان. آقای نظر خسته نباشید، بهتون برد رو تبریک میگیم. یه کامبک بزنیم به بازی قبلی که فاجعه داوری فکر کنم تو بازیتون رقم خورد و اینکه یه سوال دیگه هم که شبیه دریافتی داشت تیمتون. همونجوری که سوال به جایی کردید و از شما تشکر میکنم، توی بازی با بندرعامری متاسفانه دقیقه 2 بازی یه صحنه‌ای که میتونست منجر به اخراج بازیکن بندرعامری باشه و 10 نفره شدنشون که داور به راحتی از کنار اون صحنه گذشت و به یه کارت زرد بسنده کرد. تو دقیقه 70 هم پنالتی 100% روی بلال میرزاعلی توی سمت چپ محوطه 18 قدم تیم شاهین اتفاق افتاد که روی صحنه اول که 0-0 بودیم، روی صحنه دوم که 1-0 بودیم میتونست بازی مساوی بشه. ما تو بندرعامری هم موقعیت‌های زیادی رو داشتیم، متاسفانه با اشتباهاتی که گفتم بازی رو از دست دادیم. در مورد خدمتتون نشه مسائل مالی جا داره که از آقای نعیمی یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم. اون برنامه‌ای که ما توی نیم فصل توی تهران ارائه دادیم، اون برنامه داره اجرا میشه. 2 تا پرداختی از سوی باشگاه به حساب بازیکن‌ها و کادر فنی انجام شد و بعد از بازی بندرعامری هم خدمتتون عرض شود که دومی بود که به حساب بازیکنان نشست که جا داره که از آقای نعیمی، آقای مرادخانی و سایر عوامل باشگاه که همه گونه همکاری رو دارن میکنن علیرغم همه شرایط سختی که ما داریم و همه کمبوداتی که فراسوی ما وجود داره، ولی باشگاه داره کمک میکنه. من جا داره از آقای نعیمی تشکر بکنم و امیدوارم که این بار استان به کمک باشگاه و مالک خصوصی هم بیاد و بتونیم ما توی فروردین هم یه تزریق مالی به بچه‌ها داشته باشیم. بچه‌ها دریافتیشون خیلی کمه و باشگاه داره تعهدات خودش رو انجام میده. ما هم داریم تمام تلاشمون خودمون رو میکنیم که سهمیه با ارزش داماش تو لیگ دست اول رو که مال استان گیلان و شهر رشت رو بتونیم حفظ بکنیم. تو این راه هم به حمایت جانانه هواداران نیاز داریم که از روز اول کنار ما بودن و همش هم گفتیم
نقطه قوت تیم ما توی استان هوادارا هستن. از باشگاه هم توقع داریم که مثل گذشته و بیشتر کنار ما باشه و خدمتتون عرض شود که و آقای نعیمی یه خبر خوبم، بهترین خبر برای خانواده بزرگ داماش این بود که مالک ما از بستر بیماری خدمتتون عرض شود که رخت عافیت پوشیدن و این خبر خوبی تو پایان سال بود و این خبر پیروزی رو خدمتتون عرض شود که تقدیم میکنیم به هوادارا و مالک خوب. ممنون از که کفم بزنید. سوالی داری؟ آیا نظر رو عرض آقا سوال آخر فکر کنم. آقا بازی عقب افتاده داریم خودمونی بپرسم با خیبر هفته آینده فکر کنم درسته؟ 15 چی می‌کنیم الان؟ خدمتتون عرض شود که همون جوری که نمیدونم شما توی رختکن حضور داشتید الان یا نداشتید، من ضمن تشکر و خسته نباشید به بازیکن‌ها الان تو رختکن گفتم که زمان جدا شدن ما و فاصله انداختن ما از تیم‌های پایین جدول بازی با خیبر. درسته که تو بازی خیبر جنگ دارا و نداره، اما ما یه دونه دارایی داریم که هیچ تیمی توی لیگ دست اول نداره، اونم هواداران هستن و این بزرگترین پشتوانه برای ما. با خدمتتون عرض شود که یه آنالیز خوب تو طول هفته با تمرینات شاداب تو طول هفته قول میدیم که تو بازی با خیبر مثل شهر بابک سخت‌کوشی، تعصب و میل به پیروزی رو بچه‌ها یک بار دیگه تکرار کنن جلوی هوادارا ان شاءالله. ممنون. شما در